تان امروز درس ما درس آناتومی و بخش شریان ابهر ما پیش میبریم. البته شما مشکلات در اینجا زیاد داشتین. امروز ما فقط در بخش عمومیش بحث میکنم که شریان ابهر چند شعبه را میده و کدام شعباتش بدن چه قسم خون میرسانه. البته اول قوس ابهر که شروع میشه به شروع قوس ابهر که از قلب منشأ میگیره و بعد از باز قوس میسازه. این به مطابقت البته میدیاسترنم که ساخته میشه و منیبورم آف استرنوم و خود استرنوم که جدا میشه در اینجا قوس ابهر ساخته میشه، البته به مطابقت L4 T4 و T5. اینجا قوس ابهر که قوس جور میکنه این سه شعبه را میده. یک شعبه که طرف راست شما میبینین این شعبه را به نام برانکوسفالیک آرتری یاد میکنه. شعبه دوم به نام لفت کامن کاروتید یاد میکنه و شعبه سوم به نام لفت سبکلاوین آرتری یاد میکنه. این سه شعبه شریان ابهر میده. بعد از باز با ادامهشن خود برانکوسفالیک یا برانکوسفالیک این شعبه این دو شعبه دیگر میده. یک شعبه به نام رایت سبکلاوین و دیگه شعبه را به نام رایت کامن کاروتید که رایت سبکلاوین به طرف اطراف سفلی راست می و رایت کامن کاروتید به طرف گردن می رود. همچنان همی طرف چپ لفت سبکلاوین کامن کاروتید آرتری، لفت کامن کاروتید آرتری اینی هم به طرف گردن میره به طرف چپش و لفت سبکلاوین آرتری ای هم به طرف چپ به طرف اطراف اولوی می رود. حالا میایم شعبات دیگه که ما شما میخوانیم چند شعبه دیگه را میتونم رو میبینیم. باز دیگه شما اینجا ببینین اینی هم قوس ابهر است که اینی برانکوسفالیک است، برانکوسفالیک آرتری، این لفت کامن کاروتید آرتری و این لفت سبکلاوین آرتری است. حالا میایم برانکوسفالیک دو شعبه را میده. یک شعبه به نام رایت سبکلاوین آرتری و شعبه دیگه به نام رایت کامن کاروتید آرتری. رایت کامن کاروتید آرتری که اینجا است. خود سبکلاوین دو شعبه را باز میده. یک شعبه است که به طرف زیر قول یا اگزلری میاد به نام رایت اگزلری آرتری است و شعبه دیگه به نام ورتبرال آرتری است که در طرف ستون فقرات میره و بعد از باز ای به طرف سر میره که به نام باسیلر آرتری یاد میشه. و شعبه دیگه هم که به نام لفت رایت کامن کاروتید یاد میکنه. این رایت کامن کاروتید دو شعبه دیگه را میده. یک شعبه است به نام رایت اینترنال کاروتید آرتری، دیگه شعبه به نام رایت اکسترنال کاروتید آرتری. یعنی یک کاروتید آرتری داخلی طرف داخلی است و یک کامن کاروتید طرف خارج است. امی رقم طرف چپ هم است. مثلا لفت سبکلاوین دو شعبه دیگر میده. یک شعبه است به نام لفت ورتبرال آرتری، دیگه شعبه به نام لفت اگزیلری آرتری و دیگه لفت کامن کاروتید آرتری این دو شعبه دیگر میده. یکش اینترنال کاروتید آرتری و دیگهش اکسترنال کاروتید آرتری. این بخش عمومی شه بود. البته حالا اینجا میایم که بعد از شعبات دیگه که شما میبینین اینی شعبات دیگه خیلی زیاد است. این قوس ابهر که بالا ساخته میشه. بعد از قوس ابهر اینی شریانی که از اینجا تا به اینجا میاد، از اینجا تا به اینجا ایره به نام توراسیک آرتری یاد میکنه یا ابهر صدری یاد میکنه. بعد از او باز از این ساحه تا به اینی ساحه که به طرف شکم به نام ابدومینال آرتری یاد میکنه و بعد از او باز پایینترش به دو حصه راست و چپ به طرف راست و چپ تقسیم میشه. به طرف راست و چپ ایلیک آرتری برش گفته میشه که رایت ایلیک آرتریز و لفت ایلیک آرتریز برش گفته میشه. البته طرف راستی دست و طرف چپ دست هم گفتم براتون که یکیش به طرف سبکلاوین رایت سبکلاوین دیگهش لفت سبکلاوین است. رایت سبکلاوین هم دو شو برمیده، یکیش به نام ورتبرال آرتری دیگهش به نام اگزیلری آرتری. باز اگزیلری آرتری هم هر کدامش در هر جای جدا جدا باز ما میخوانیم. به خاطر سر جداست که کدام خون رسانی میشه، به خاطر دست راست جداست، به خاطر دست چپ جدا و به خاطر پای راست جدا، به خاطر پای چپ جداست.
به خاطر بطن جدا، به خاطر صدر جدا، که مثلا شش کدام خون میته، قلب کدام رگا خون میته، در بطن جگر و گرده و پانکراس و هر عضو کدام شریان ایرو هم میکنه. ایره باز ما شما حتما انشالله میخوانیم. اینی بود بخش شکل خلاصی چیز شعبات شریان ابهر. انشالله باز به ادامهش پیش میریم.